برادرت بود، شهرام بود، درسته؟ بله. و یه نفر چهارمی که الانم دستگیر شد. آره. اونم سابقه داره. خب این مرحله اول رفتید اونجا ناموفق بود. چرا نتونستید اونجا انجام بدید؟ آقا ما دنبالش کردیم، از خونه در اومد رفت و اونجا جمعیتی که بودن محلی بودن، ترسیدید و از محل متواری شدید. درسته؟ یا آقا توی می‌خواستیم فرارم کنیم گیر می‌کردیم دیگه، اونم بود. شهرام دیگه گفتیم بریم. رفتی تو همین مخفیگاهی که دستگیر شدید روز آخر، رفتی توی اون، فرداش دوباره برنامه ریختید. کجا؟ رفتیم دم خونهشون که داشت از پارکینگ در میومد. دیگه اونجا شهرام گفتش که آقا دیگه شما یکم صبر کردید، صبر کنید. دم خونهش بود، دروغ نگو. دم خونه تعقیب کردید، حدود 1 کیلومتر این مسیر رو شما دنبالش بودید. درسته؟ آره. پس باور کردی که من پرونده مشرفم به اعمال مجرمانت؟ خب مرحله آخر، بار سوم که رفتیم بزنیم مامورای شما ریختن اونجا، ما فرار کردیم. شما و برادرت و اون نفری که باتون بود فرار کردید، شهرام گیر افت. شهرام گیر کرد. هم اعترافات شهرامو داریم که در بیمارستانه و با گلوله زمینگیر شده. خبرداری که؟ آره. اینم تصویر شهرام، تیرایی که خورده. میخوام بدونی دیگه شهرام نمیتونه. شهرام تا آخر عمرش ویلچر نشینه.